واشنگتن بنیاد دفاع از دموکراسی. سرویس جاسوسی امریکا دنیس راس را از وجود فردی ایرانی با مشخصات مورد نیاز طرح دولت در تبعید مطلع می‌کند. محمد رضا مدحی. این جانب محمد رضا مدحی، این خانم اصرار داشتن که رابطه بین ما و سفارت آمریکا برقرار بشه برای ادامه همکاری، یعنی با هم همکاری ادامه داشته باشه. از اونجا جریان فتنه داخل کشور رو و براندازی و اینا رو هدایت بکنیم و کمک بکنیم. این ویدئویی است از جلسه خصوصی مدحی با یکی از رابطین امریکا 9 دسامبر 2010 یک رو به 8 شب به وقت محلی در دفتر کار امیرحسین جهانشاهی با تصویب اعضای گوادلوپ بنده نماد جنبش جمع یاران بودم. در پایان چند نکته در پروژه الماسی برای فریب از اهمیتی خاص برخوردار است که ضرورت ورود دستگاه امنیتی برای طراحی عملیات فریب را بیشتر نمایان می‌کند. الماس فقط میتواند الماس را ببرد. بانکوک بازار الماس و جواهر. الماس بدم آقا جونی، الماسای فرده علا بدم 3 تا 100 تومن. الماسای کنه، روی کنه، لباسای کنه، دمپایی کنه، پلاستیک کنه، دیگ قابلمه، دمپایی کنه میخریم آقا. بیا الماس. سنگ بدم، سنگای قیمتی یکی این قبه نولا. الماسای کنه بدم، برو سنگ بدم سر تو. الماس بدم آقا جون بده بیا چه کنه میخریم. سرویس جاسوسی امریکا دنیس راس را از وجود فردی ایرانی با مشخصات مورد نیاز طرح دولت در تبعید مطلع می‌کند که به نظر ماموران می‌تواند نقش اول طرح نام برده باشد. الماس بدم الماس. موبایلم زنگ بگین بابا. الو صدات الو شما کی؟ سرویس های جاسوسی بیگانگان؟ چی؟ استامینوفونیسم؟ گرفتم. منظور دولت در تبعید برای براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامیه؟ گوشی؟ اش 2 تا سیخ کبابم بر ما بزن. دست در نکن. خیلی الو بله میفرمودید. پس جواب امام راحل رو چی بدیم؟ خود مقام عظما پس در جریان هستن. بله باشه این سیخ جوجم بله بی زحمت از تو بیجامه سبز مقام عظما خودکار سبزشون رو بیارید. چی؟ اسم این گروه چی بذاریم؟ جمع یاران. بله من اسمم یه لحظه گوشی این اسم ما بودش. یه لحظه گوشی الو اسم من هست محمد رضا مدحی یا ده مدحیه مدحی مدحیه جان بله محمد رضا مدحی. محمد رضا مدحی. اینو من مراجعه کردن. من اول فکر کردم اینا میخوان الماس بخرن. گفتم الماس میخواین؟ گفتن نه الماس نمیخوایم. گفتم پس فیلم هندی میخواین؟ گفتن نه فیلم هندی هم نمیخوایم. گفتم پس چه کوفته زهرماری میخواین؟ که همونجا بود منو گرفتن، سریع سوار هواپیمای اختصاصی کردن بردن اجلاس 5+1 که ما هم رفتیم شد 5+2. یعنی اینجوری رو ما میخوام حساب میکردن. یعنی کل داستان ما سوار هواپیمای اختصاصی با 5+2. من که رفتم همه سرای دنیا داشتن درباره بحران اقتصادی صحبت میکردن. بعد مسائل مهم دنیا هم توش مطرح بود. تا من اومدم گفتن این بحث‌های فرعی رو بذاریم کنار، مدحی اومده بخوام صحبت کنیم. اسم کنفرانسش هم بود اسم کنفرانس یه گودالی توش بود، یه گودالی بود هی لوپ میشد مثل که نمیدونم حالا داستانش چی بود، ولی قبلا هم مثل که امام تو اون گوداله بوده. گواد بالوب چی هم چیزی بوده
دستگاه اطلاعاتی کشور که این تحرکات را به دقت زیر نظر دارد، به ویژه بعد از تصویب طرح دولت در تبعید، حرکات امریکایی ها را دنبال می کند و مدحی را که وارد این بازی شده با ظرافت و پیچیدگی تمام سعی می کند تا در حلقه فریب دستگاه امنیتی برای طرح دولت در تبعید امریکایی ها هدایت کند. اونجا وزارت اطلاعات همه تحرکات ما رو زیر نظر داشت. ما از اونجا با آقای باداملو، آقای قوری این حرفا تحرکات زیاد بود دیگه. تحرکات هر کی میرسید یه تحرکی میره، هر کی میرسید یه تحرکی میره. همه این تحرکات وزارت اطلاعات چی زیر نظر داشت. اصلا من اونجا با اینکه خودم سالها اطلاعاتی بودم اما اونجا یه تصویر قدرتدار زورمدارانه ای از اطلاعات جمهوری اسلامی پیدا کردم. مثلا ببین اصلا یه جوری بود که اونا اسم رئیس جمهور آمریکا رو میدونستن. بچهای اطلاعات خیلی عجیب بود برای من، چجوری اینا مثلا اسم رئیس جمهور آمریکا با خیلی‌هاش بودن پایتخت اکثر کشورها رو بلد بودن. چجوری اینا مثلا چیکار کردن که تونستن این کارو کنن؟ مثلا میدونست که وقتی رئیس جمهور میره پشت تریبون میخواد سخنرانی کنه. من خودم آقا جواش موندم چقدر دستگاه پیشرفت کرده. یا اینکه مثلا میدونستن چرخ میچرخه، هواپیما میپره. حتی اینا همه محصول سالهای سال کار اطلاعاتیه. این فیلمی که میبینید فیلم آشیله، فیلم خوبیه، فیلم توپیه، به خصوص اینکه خود براد پیت هم توش خیلی قشنگ بازی کرده. ما دنبال یه جایی میگشتیم که بریم پشتش جلسات دولت در تبعید رو بذاریم، کسی هم که نفهمه. به خاطر همین قرار شد که فیلم آشیلو بسازن. یعنی فیلم آشیلو به خاطر جلسات ما ساختن حقیقت. بعدش هم که این دیوار رو درست کردن با یه هزینه کلان، همونطور که میبینید ما الان شما دقت کنید پشت اون دیواره جلسه داریم. یعنی تمام جلسات دولت در تبعید پشت همین دیوار است. اما ویژگی های دولت در تبعید چه بود؟ از چه ساختارهای سیاسی، اهرم‌های عملیاتی و سرمایه‌ای برخوردار بود؟ ویژگی اصلی دولت در تبعید این بود که در یک نگرش دیگر آگاهانه متبلور شده بود و اون این بود که یک بستر مناسبی فراهم کردیم که وزارت اطلاعات بتونه توش خرقلت بزنه. بعد دعای مقام معظم هم که بدرقه راه هممون بود، همیشه هم برامون چک امضا می‌کرد با یه خودکار سبز میفرستاد برامون. دستگاه امنیتی کشورمان که از ابتدا این پروژه امریکایی را رصد می‌کرد وارد عمل می‌شود و با تلاش‌های بسیار الماس فریب را از حلقه فریبی که برای ضد انقلاب طراحی شده بود نجات می‌دهد. بله، جسد ما اون موقع وسط بود که رصد بچه‌های اطلاعات رسید. سر یک بزنگاه ما رو بردن اتاق عمل. گفتم ما از انجمن نجات اومدیم و می‌خوایم نجاتت بدیم. بعد من گفتم من که غرق نشدم که مثلا احتیاج به غریق نجات داشته باشم دیگه. اینجا بود که گوشی اومد دستم. گفتم پس لطفا منو سریعتر ببرین اونا که اونا اونجا رو نجات بدم که لااقل به اون الماسات چی برسیم. این بود که منو از تو حلقه کشیدم بیرون، کردن توی حلقه ای. نکته قابل ذکر در این تصویر این است که مدحی شاید تنها کسی از شرکت کنندگان این کنفرانس نباشد که در تهران مصاحبه کرد و از پشت پرده ها گفت. به زودی اسناد و شواهدی دیگر از پشت پرده های ضد انقلاب بازگو خواهد شد. بله، همینطور که میبینید الان همه پرده ها کنار رفته و آقا ببخشید این چوب پرده رو نکشید، این پرده میفته همه دیده میشن. این همونطور که گفتم پرده کنار رفته. در پایان میخواستم بگم که جان اونو گفتم تو سری قبل نگفتم اینا دیگه با اینجا نوشته نکن. این داستان الماسا رو که گفتم، اینم که نوشته بودی گفتم تمام دیگه. گفتم این همش خط خودت دیگه، نمیتونی خط خودت هم بخونی. چقدر نگی میدین که من همش بشینم اینجا بخونم؟ آقا بقیه‌شو بده ضد انقلابای بعدی بیان بخونن. این پرده هم ما رفتیم دنبال قاچاق الماسمون، پرده هم الان دیگه میافتادی. پرده به کنار میرود و ضد انقلاب‌های دیگر میآیند مصاحبه میکنن. خداحافظ.